قربون دستتون درشتش بذارون ریزار بزازی. خانم اینا همشون ریزه، اصلا درشتشون نیست. مرزی خانم میوه درخت باغچه خونه رو که نمیلن جلو خواستگاره. یه بارگی میگفتی برم بکنم بیارم بخورم. به من چرا میگن؟ به شیرین خانم بگن که نذاش میوه بخری. نه به او دفعتون نه به این دفعه. بیا عین قطی زده نگاه چی میوه ریزی. اصلا قطی بدم آقا گیتی یه چیزیه تو مایا ویروس گرمون ول نکن میافتن تو آقا. میخوام تو هیرویری توتی واسه چیکار میکنی؟ یه دیگه هنر دست شیرین خانم. من میگم آقا اصلا ولش کن بذار اون بالا برا خودش حال کنه. اتفاقا کلاس هم داره میدونی میگم ساکت قربون دستتون پیش دستیارم بیار همون گرگار میذاره نه چه این تکون نده این تکون من تا میام این بگیرم تا این تکون بده. با من میگم اصلا شما بیا پایین من میرم بالا. خب بدون برادر عروس خواستگاری ممکنه ولی بدون پدر عروس که خودت گاز بگیره. وای وای تاریک خونه درست کردن. سرور خانم تو به خدای 4 چراغ روشن بکن. حالا شیرین خانم اجازه ندادم من چراغ روشن کنم. خصیصی مثل مرض افتاد به جون خانواده. دقیقاً این مرض همون ویروس گروس از میوه نیستم که نردمون ول نکن. شایان بس دیگه بیا برو همون الان مهمونا میان. شیرین اونجا نشسته میگه آب مصرف نکن. خب حداقل برو به این لباساتو عوض کن. خدا همه رق تو صد آشغال هیچی برامون نذاشته. تو رو خدا زود باشین الان میام. مزاحم بیا پایین. من میترسم یا آخرش آبرو ریزی. دارم میگیره گرفت. نکوچی. شیرین خانم حواست کجا الان میانا. چشم ماما. شیرین بابا ای به دلت نیست زنگ میزنم میگن نیان ها. نه بیان بابا. مطمئنی کن ببینمت. جون بابا به دلت نیست. بابا ای به دلش هم نباشه به دلش میشه. میگم ما روز اول می‌خواستیم عروس بشین چیکار کردیم؟ به دلمون بود. اینا خانواده منن. خانواده عزیز و دوست داشتنی من. امروز براشون روز مهمیه. برا همینم ایجای قشلوخ بلوغه. این اولین خواستگاری من نیست. اما اولین خواستگاریه که قراره به نتیجه برسه. کسی مجبورم نکرده که امروز بله رو بگم. خودم خواستم که خواستگارا بیام. شاید فکر کنین اگه اینطور پس چرا این بی تفاوته. داستانش خیلی مفصله. همه چی از یه سفر علمی شروع شد. همین سفری که الان دارین میرین. اینم سپیده دوست صمیمی من. بچه‌ها فقط هر کی هر کاری داره زودتر. چی داره برو اون ور هر کی میخواد عکس بگیره این ور بچه این ور. داوود بودو. شیری یه خبر بعد. چی شد؟ دستش خیلی کثیفه. یه فروند استاد رازیانی مشاهده شده. نه. به جون شیرین تو یکی ماشین بود. یکی گفته اون نمیاد. حتما دیگه دوست داشته اومده. بابا مگه بفهمه خیلی ناراحت میشه. راست میگی. میخوای برگرد؟ جدی برگرده؟ نه ببینش تقصیر تو که نبوده. بیا بریم دوری بزنیم. چطور شو استاد رازیانی رو ویلش گرفتی؟ من چه میدونم. مردا کلا اینجوریان. یهویی تصمیمشو عوض میشه. برا همین نبود من جلو داشت به زور هول دادی توی ماشین. من که نبینم که سوار و یکی ماشین میشن. شیرین داری انگ میزنی. من علیکی گفتم استاد رازیانی نمیاد. فقط دکتر نیکختر این که من گفتم که من بکشونی اینجا. باور کن شیرین من هر کار کردم میخوام میکشم. من با پدرم قول داده بودم که اگه استاد رازیانی باشه به این سفر نرم. حتی اگه واحد من بیفته. شیرین چی میگی؟ دیوون بازم فکر کن واحد میافتی. چاره‌ای ندارم به بابام قول دادم. زدال من نیستم استاد رازیانی. بفرما. نیست. بچه در کارگاه وا بود. من چه میدونم شیرین با بیا بریم حتما حکمتی توشه. استاد ببخشید. من متاسفانه نمیتونم بیام کبیر. بی زحمت برام غیبت بزنن. عوضش یه مقاله تو اینترنت پیدا کردم درباره اکوفیلوسوفی. ترجمهش میکنم میام خدمتتون که اگه بشه این واحدم هم نیفتم. خیلی ممنون. خداحافظ. خانم شیرین آقای رازیانی بچه استاد رازیانی رو ندیدی؟
آقای رازیانی کجایید پس؟ وای این چیه؟ آقای مهرائین. بله استاد. آقای مهرائین یه دقیقه تشریف بیارین عزیزم. بله جانم. آخه این چیه؟ روغن چکه کرده. چکه کرده؟ این شره است. چکه چیه؟ من جای شما بودم واقعا شطور میروندم فدات شم. خیلی انسانی تره. اینجوری لااقل روغن به این طبیعت نمیزنه. این زیر چی کار میکنید شما؟ آخه شما نگاه کنید خانم نیکختر، ببینید این دفعه چندمه. وای همه کفش چیه اینجا؟ حیف این کفشا نیست اون بندای هولناک پلاستیکی رو بهش انداختین. اون چیه؟ نه تو نه، اون یکی اون کیه؟ من نمیدونم. اگه بابام میدونست من و استاد رازیانی یه جا بودیم، اونم تو دل کاروانسرا قدیمی، ولی بگیمونم میدونست اینجور میشه. من هیچی نمیبرم ماما. دست توی که نبری. مامان خود چیکارش داری بچه؟ شاید دلش میخواد نبر. من خودم همه اینا میخوام. خب من یه روزه همه خوراکی میتونم بخورم. کاری نیست بد سپیدو میخورم ببر ماما اوجی با بچه بخور. چقدر شلوغش میکنن امروز. خدا کاش که من سپیدو بودم. نگاه ای گذاشت ما رو بالاخره ببینیم این تیم مس تو سالن ببین. آقا میخوام اینجا ببینم اشکالی داره خانم. ای بابا همچین جلسه ریزو میشه انگار الان بارسلونا 6 تا یوونتوس خورده. شما خودتون گفتین که اگه استاد رازیانی موافق من برم. الانم که حرفی ندارم بفهم. خب چرا انقدر بد اخلاقه؟ تا کجا مطمئنی آقا نمیاد؟ ها؟ نمیاد؟ میدونی؟ نمیاد. بله دکتر نیکختر جاش بیاد. اصلا چرا نمیاد؟ چطور شد یهو آقا نیتش عوض شده که نیاد؟ من گل زدم. خب لابد براش کار پیش اومد. چه کاری براش پیش اومده؟ هیچ کاری براش پیش نمیومده. این آقا فقط فهمیده تو اینجا میمونی، خودش هم مونده معلومه چه نقشه‌ای تو کلشه. بابا اونقدرم آدم بدی نیست که شما میگین. هست. خیلی بیشتر از چیزی تو فکر میکنی. اصلا همون بهتر شما بری به یه سفر علمی به خاطر اینکه هر نقشه‌ای تو کلش نقشه برابر بشه. اگه خوبه من برم پس چقدر نگرانه؟ من نمیدونم یه حس بدی به من میگه این وسط یه چیزی داره خراب میشه. به هر حال الان اون کار اساسی نیست سنبل کاریه. اون واشرش باید عوض شه. خب بچه‌ها سلام خانم قنات. من میگم چرا امروز طبیعت یه جور دیگه ای حالش خوبه ها. نگو مهمون ویژه اومده براش. خیلی صریح و قاطع و البته سریع گفتین که نمیخوایم بیاین. استاد طبیعت باید دوست خانم قنات تشکر ویژه کنه هر جور بود آوردش. خب تشکر ویژه از دوست خانم قنات که آوردش. میگم استاد شما امروز حالتون خیلی خوبه. بله چرا که نه. امروز من با انگیزه بیشتر، با عشق بیشتر، با همه وجود و احساس و قلبم درباره طبیعت و کویر میخوام صحبت کنم. تا الان بهتون خوش گذشته بچه‌ها؟ بله. خیلی خوب. برنامه امروزمون اینه که تا غروب آفتاب همینجوری چند تا جای شگفت انگیز رو با هم دیگه میریم میبینیم. حرفای جدی درباره انرژی‌های پاک میزنیم، به آغوش طبیعت میریم، باهاش معاشرت میکنیم، ازش انرژی میگیریم و بهش انرژی میدیم. یه خودم از این تنقلات طبیعی میتونید داشته باشید بچه‌ها. بله بفرمایید. خانم سپیده دو تا داشت. شما خانم نیکختر نه چشماتون رو باز کنید و با همه وجود شکوه آفرینش رو ببینید از نزدیک. خجالت نکشید، با طبیعت خدا معاشرت کنید، بهش سلام کنید، بذارید جوابتون رو بده. سلام خانم کبیر. سلام خانم کبیر. حالا گوش کنید، داره بهتون جواب میده. بانوی زیبا، سخاوتمند و مهربان کبیر امروز با بهترین، پاکترین، نابترین و عزیزترین انرژی های دنیا میزبان ماست. انرژی باد و انرژی خورشید، انرژی های پاکی که هیچ جا رو آلوده نمی کنن. انرژی باد قابلیت تبدیل به الکتریسیته رو داره. انرژی خورشید رو میشه ذخیره کرد به میزان دلخواه، میشه ازش گرما و الکتریسیته گرفت. نفت رو میشه دزدید، واسه همین هم آدم ها رو بدبخت کرده، در طول تاریخ همیشه میکنه. ولی انرژی بادو نه، نمیشه. نگاه کن، انرژی خورشید رو نمیشه دزدید. اصلا چرا دزدی؟ هست، برای همه هست. هر کی هر چقدر دلش میخواد بردار واسه خودش. خجالت نکشید، پر کنید جیبا.
و این نشانه به این درخشانی جلوی چشممونه ولی ما انگار نمیبینیمش. حتی میبینیمش ولی انگار نمیشناسیمش. شما موافقی این خانم قنات؟ بله. نه چطور؟ اول که گفتیم موافقم. بگو موافقم. موافقم. خیلی خوب، حالا دیگه بحث رو ادامه بدیم. بله و همونطور که خوشبختانه خانم قنات هم موافقن، این انرژی خورشیدی درست مثل حساب بانکی پر از پوله که هر چقدر ازش برداریم از پولاش کم نمیشه. ایول استاد. بله درسته. ایول. من چه فایده که این ایول یک ایول واقعی که نیست. در وجود ما هنوز واقعی نشده. یه ایوله به عمق 2 سانت ژرفا نداره که. ما هنوز بلد نیستیم از این حساب نامحدود خورشیدی که در اختیارمونه چطوری میتونیم انرژی بگیریم که نیازمون به انرژی های دیگه به حداقل برسه. برعکس پامون گذاشتیم رو گاز، داریم با سرعت نور دخل تمام منابع انرژیمون رو میاریم. داریم همه چی رو تمام میکنیم. همه چی رو نابود میکنیم. دیگه هیچی نمیمونه، نه آب، نه گاز، نه نفت. فقط بدبختی میمونه. بیچارگی، گرسنگی، سرما، ترس، وحشت، گند، کثافت. حتی ممکنه تا اونجایی پیش بریم که آدما مجبور بشن به خاطر نجات خودشون از گرسنگی و سرما لباس تن خودشون رو بسوزونن. کاری نداره که. فقط کافیه یه دقیقه خودمون رو جای اون نسل بیچاره‌ای تصور کنیم که قرار این سفره خالی از نعمت رو به ارث ببریم. و در طول تاریخ زندگی بشر رو چی بیشتر از همه تهدید کرده بچه‌ها؟ حشرات و آلودگی، جنگ خانمانسوز. به چه دلیل؟ دلایل اقتصادی، وضع مالی، دلایل سیاسی میشه. همه اینا زیر مجموعه یک دلیل عمده است. اینکه میزان نیازمندی ها از دارایی ها خیلی بیشتره. در واقع من میگفتم همه چی، چون هیچ وقت نشده با کسی حرفی بزنه تخیل من اینقدر طولانی پرواز کنه. اما امروز برای اولین بار با حرف استاد رازیانی تخیل من یه جوری فهم شد. استاد پس انرژی شیمیایی چی؟ بعید میدونم. جایگزین مناسبی برای سوخت‌های فسیلی نیست. میزان آلودگی و خطرش خیلی خیلی بیشتره. ضررش از فایدهش خیلی بیشتره. بنابراین دوباره سوخت‌های فسیلی مرکز توجه قرار میگیره. و اگه اوضاع همینجوری پیش بره، هیچ بعید نیست جنگ جهانی بعدی به خاطر یک بطری نفت یا فقط یه لیوان آب اتفاق بیفته. بله درسته. وای به همین وحشتناکی که الان شما دارین تصورش میکنید. ولی موضوع اینه که آدم‌ها این چیزا رو میشنون اما جدیش نمیگیرن. فکر کنم پرت و پلا یه مش دانشمند خلو چلو در دیوونه است، ولی واقعا اینطور نیست. به جان قنات و بادگیر که اینطوری نیست. موضوع خاص جمعیه. یک خواست جمعی باید شکل بگیره برای که انرژی های پاک وارد خونه های ما بشن. بعد بخوایمش تا بیاد، نخوایمش که نمیاد. موضوع انرژی پاک موضوع روان پاکه. روان پاک. استاد روان پاک که دیگه خوب نیست. دور جونتون روان پاک معنی میده. چه معنی میده؟ هر معنی میده خوبه دیگه.
چون پاکه خوبه. نظریه اکوسایکولوژی همینو میگه چون ما آدم ها از طبیعت و انرژی های پاک دور افتادیم، هممون داریم خل، کل، دل و دیوانه میشیم. ببخشید البته، ولی حقیقته. و اساساً صدای چیه؟ از کجا میاد؟ استاد حال میتونیم خور بریم طبیعت گردی کنیم؟ البته کلاس هنوز تموم نشده خانم قناد، ولی اگه شما بخوایم بله میتونیم بریم. سلام خانم کوی. بله سلام. اینم پاداشتون. دست شما در نکنه جا. ولی هنو عالی نیست. الو گوشی هنو یه چیزش کمه. چیزش کمه جی؟ چطوری بابا؟ خوبی بلبلم؟ شما بریم من میام. قربونت برم. رسیدیم سلامتی. الو الو. کی؟ رازیانی؟ الو بابا میتون نگفتی این نمیاد. الو چی؟ آقا اجازه رقصی میفهمن. این چه کلام به شما میده دست مردم؟ این نه هلش به اندازه، نه میخه کش، نه خرماش تازه‌ایه. آقا شما داشتی الان تعریف می‌کردی. بده من. این پاداش شما پیش من محفوظ میمونه. هر وقت شیرین تو به حد عالی رسید بیان تحویل بگیرن. بفرما. پمپ گازوئیل این خدا وکیلی چند وقت سرویس نشده؟ الان میگی ماشین چرا اینجوری کار میکنه؟ اگزوز نیا کن. خوب استاد. صدای موتور شنیدی؟ بله بله. وقت بذار عزیزم برای این ماشین دیگه. مگه ازش نون در نمیاری شما؟ بله چشم. خود براش حوصله بذار. زشته اینقدر از اگزوز شما دود بد میاد بیرون. اگزوز ماشین البته استاد. الان مهم اگزوز یا دود؟ حرف من چیز دیگه است. من میگم این تفلکی زبون نداره بیاد یقه شما رو بگیره، از شما عارض بشه شکایت کنه. شما هر بلایی دارید میخواد با سرش بیاری؟ کی استاد؟ اگزوز مهرا این اگزوز. من الان از اگزوز دارم حرف میزنم یا از این طبیعت طفل معصوم خدا؟ ما رو گرفتین استاد. یک هیچی نمیفهمه. درست صحبت کن. اینی چی نمیفهمه؟ من و تو هیچی نمیفهمی. این از من و تو بیشتر میفهمه. بله میفهم. والا این همه میگن بابا کم آبی خشکسالیه. عقل من و تو میرسه گالون آب و هدر ندیم، نریزیم تو فاضلاب. ولی عقل این میرسه آب برداره تو سفره‌های زیرزمینی ذخیره کنه برای وقتی که لازم شد. نه من، نه خودش، نه شما از تشنگی نمیریم. چی شده گلوس؟ طوری نیست بابا. یه جلسه توجیهی دیگه با آقای مهرانی. حالا ما یه چیزی گفتیم استاد، شما چون ناراحت میشید بگیرین اونور. چشم. واسه درست کردن هر جعبه از این دستمالا میدونید چند تا بچه شاخه میبرن؟ بابا از این چشه؟ این از مال شما. یادگاری. بعدش استاد ما اندازه شما کلاس که نخوندیم. چی؟ کلاس چیه؟ چه ربطی داره؟ به سواد چه ربطی داره؟ مال فرهنگه. مال فرهنگ طبیعت کش نوک دماغ بین ماست. بله. بابا زدیم پدر این زمین رو در آوردیم، سوراخش کردیم، دل و روده و جیگرشو کشیدیم بیرون. اینم که ابایی نداره بدبخت هر چی داره برام گوشه تا طبقه اخلاص. آقا توقع زیادیه، میگی عذرخواهی کوچیک ازش بکن. اینطوری نمیمونه. این زمین خدا، این طبیعت شعورمنده، میفهمه. روزی که دردش از حد گذشت راه میفته، از همتون انتقام میگیره، انتقام سخت. از دونه تون انتقام میگیره، از تو و البته نه خب ممکنه استثناءاتی هم وجود داشته باشه. این چه صداییه بچه‌ها؟ این صدای زنگ و زنگوله چیه که ما رو اعصاب ول نمی‌کنه؟ صدای زنگ موبایل کیه؟ موبایل کیه؟ جواب بدید. چه زنگ گوشی تویه؟ بسیار خب، برای امروزی که بسه.
از استاد نیکخترم که لطف کردن امروز وقت گذاشتن با ما اومدن تشکر میکنم. شماها بقیه‌تون اما جمع کنید برید پی کارمون. آقای رازیانی. بله. ببخشید. بچه‌ها یه خواهشی دارن، میگن اگر امکان داره امشب تو کویر بمونیم. بمونن که چیکار کنن؟ استاد هوا که خوبه. شبا کویرم که معروفه به قشنگی. حیف نبریم. بمونیم دیگه استاد. قول میدیم خودمون حواسمون به همه چی باشه. دقیقاً به چی؟ مشخص کن ببینم. استاد قول میدیم در هر لحظه حراست دانشگاه رو نسبت به خودمون حاضر و ناظر احساس کنیم. الان حراست دانشگاه دردی از من دوا نمیکنه خانم جان. اوضاع خیلی خرابتر از این حرفا. بله منم فکر می‌کنم بهتره بریم. بفرمایید. خانم قنادم به درستی تشخیص دادن که موضوع چیه. استاد ببخشینا شما دارین به ما توهین میکنین. اصلا اگه چیزی شد شما مستقیما ما رو به کمیته انضباطی معرفی کنین. تازه میگن چیزی شد. فکر می‌کنین چیزی نشده؟ استاد واقعا مورد انضباطی پیش اومده؟ بله پیش اومده. اگر واقعا یک کمیته انضباطی برای رسیدگی به جرائم علیه طبیعت وجود داشت من شما رو بهش معرفی کرده بودم. آقایون و خانم‌های دانشجو بفرمایید چیه؟ مایه خجالته. از صبح تا حالا من درباره چی دارم حرف میزنم؟ این زبونم مو در آورد. بعد ببرمش سلمونی. واسه من خودم ضمانتشون میکنم دیگه کارشون تکرار نشه، دیگه آشغال رو زمین نریزن. چیو ضمانت میکنید؟ پوست آدم مال شماست. عادت کردین. میدونین تقصیر خودتون نیست. عادت کردین خودتون رو بزنین به بی‌توجهی. بابا جان این زمین با هر چی که توش هست، از کوه و دشت و بیابون تا حتی شهر و کوچه و خیابون، اینا همش طبیعته. طبیعتی که داریم روی زندگی میکنیم، راه میریم، نفس میکشیم، رانندگی میکنیم. آقای مهرانی رانندگی میفهمی؟ بله. چیه پس؟ طبیعت. چرا خودتون رو در برابر ناله های دل طبیعت میزنیم به اون راه؟ آه طبیعت بگیره ها، میگیره ها. از خشمش بترسید. ولی منم فکر می‌کنم واقعا باید برگردیم. بله منم با شما. خب شاید خانم قناد شاید بشه کار کرد. بچه اگه قول بدین آستین همت بالا میزنیم و اون آشغالایی رو که خیلی بیرحمانه و نابخردانه اینجا ریخته شده رو جمع می‌کنین شاید بشه دل خانم کبیر رو به دست آورد و امشب مهمونش بود. شما خسته میشین استراحت کنید. بشین مزاحم نیستم؟ نه اصلا. ببین من نمیدونم چجوری سر حرفو باز کنم، خیلی بلد نیستم. راجع به استاد رازیانی میخوان اصلا باز نکنن. یعنی نمیخوای باز کنم؟ فکر کنم باز نکنین بهتر باشه. خیلی خوب، هر جور راحتی. استاد میگم حالا میخواین باز کنین نه چون من میخوام. خب آدم چه میدونه توی جعبه در بسته چیه؟ حداقل اگه وا بشه توش بمب باشه میشه خونساش کرد. تا اونجا که به گروس مربوط میشه نمیشه خونساش کرد، چون وقتی به یه چیزی فکر میکنه دیگه کسی جلو دارش نیست. خب میخوان دیگه بقیهش نگه. میخوای نگم نمیگم، ولی من باز 2 قدم دور میشم صدام میزنم. ببین گروس بیرون از دانشگاه دوست عزیز منه. پدرش هم استاد من بود، هم استاد همسرم. از آدمای نازنین روزگار، از آدمایی که با وصل شدن خزر به خلیج فارس مخالفه، با ریختن آب دریا تو کویر مخالفه، با مسدود کردن مسیر هر رودخونه مخالفه. من گروس از بچگی میشناسم. تا به حال ندیده بودم غیر از طبیعت و پاکی به چیزی علاقه نشون بده. البته کسی رو هم ندیده بودم اینقدر خوب به حرفش گوش بده، یا وقتی اون داره حرف میزنه چشاش برق بزنه. الان یه مدتی هر دوتون رو دارم نگاه میکنم. میدونی شیرین، گاهی آدم ها 50 سال میگردن تا یکی رو پیدا کنن که حرفشون رو بفهمه، یا نمیدونم تخیلشون فعال کن. آره دقیقا، ولی پیدا نمیکنن. ممکنه یه آدم خیلی خوب، یه آدم همه چی تمومم پیدا بشه،
ولی اون نباشه که باید باشه. میفهمی چی میگم؟ کاملا میفهمیدم. چون یه هفته قبل از این سفر علمی عین همین برای من پیش اومده بود. یعنی روبرو شدم با یه آدم همه چی تو. شرکتی که من تأسیس کردم یه شرکت کوچیکه، ولی خب خدا رو شکر روز به روز پروژه‌ام داره بزرگتر میشه. کارمندایی هم که برام کار میکنن همشون عین خود من، یعنی یه سری از بچه‌های شریف تهران و فنی کرمانن که دور هم شرکت رو با هم میگردونیم. همشون هم ازدواج کرده، باسواد، اهل ورزش. شریف. بله شریف، که ما مثلا تابستونا با هم جمعه به جمعه میریم تنیس، شطرنج، زمستونا فوتسال، یوگا. فرهاد من در آسیا مدال شطرنج رو داره. بله چیز مهمی نیست، من فقط یه پوان مثبت این مسابقات برای من داشتم. من دوستای زیادی از سرتاسر دنیا پیدا کردم. البته فرهاد جون انگلیسیش هم خیلی خوبه، از بچگی فرستاده بودیمش کلاس انگلیسی. بله. یه مدتی هم خودش تافل درس میداد. بله کلاس انگلیسی رفتن، منم داستانی داشتم. فرهاد جان الان وقتش نیست، اونم تو مراسم خواستگاری. نه اجازه بفرما، انگلیسی میگفت. بله من ترجیح میدم همه چی رو بگم تا شیرین خانومم بدونم. آره راستش من خیلی سخت کلاس انگلیسی میرفتم و سعی میکردم همش کلاس انگلیسیمو بپیچونم و برم کلاس موسیقی، ولی در هر صورت هر جور بود ادامه دادم، البته به اصرار پدر و مادر. علاقت به موسیقی چی شد پسرم؟ 2 هفته دیگه کنسرت پیانو داره در سالزبورگ. ببخشید چیز بود؟ سالزبورگ. It's not important. من فقط بین 100 پیانیست برتر جهان انتخاب شدم برای رسیتال پیانو. پسرم در مورد خونت نمیخوای حرفی بزنی؟ والا خونه من اینقدر کوچیکه که دیگه در موردش صحبت نکنیم بهتره. یه خونه نقلی و فقط 180 متره. در خریدنش هم اصلا نذاشت ما هیچ کمکی بهش بکنیم. آقای فرهاد ببخشید یه سوال، مثل شما چند تا تو ایران هست؟ جانم؟ میخوام بدونم با تفاصیل دیگه امیدی هست کسی اومد دختر بده یا نه؟ بعد شما هم یه دونه دیگه نه تکثیر که نمیشه. دیگه هر جا شما صلاح بدونه ما در خدمتون هستیم. 1-2 روز دیگه هم میرسیم خدمتون برای گرفتار جواب قطعی. بله فکر کنم اینجوری بهتره. بالاخره شیرین خانم هم یه وقتی میخوام برای فکر کردن، نه؟ چه فکر کردنی مادر من؟ کار خیر که نمی با برقه بندازن. بله منم فکر میکنم همین الان جواب بدم بهتره. چی؟ ایداد چطور شد؟ شفی وقتی فکر بکن. ببخشه میشه یه لحظه به من گوش کنن؟ جانم. من تو تاریکی بهتر میتونم حرفم بزنم. از همه لطفی که به من داشتن ممنونم، ولی نظر من قطعاً و 100% منفی. خیلی طبیعی بود که جواب منفی من به یاد ممچیتمون باعث نگرانی پدر مادرم بشه. خب بابا چه خبره؟ خبر که زیاده. جنگ جهانی سوم شروع شده، دارو سرطان کشف شده، تکلیف انرژی هسته‌ای هم فکر کنم معلوم شده. دیگه بگم بگو. خب پدر من شما همین 10 دقیقه پیش با هم صبحونه خوردیم. چه اتفاق مهمی میتونه توی 10 دقیقه افتاده باشه؟ برام از زرنگ بازی در میاد. من خبرها 10 دقیقه پیش نمیگم، خبرها قبلترش میگم. مثلا چه جور خبرایی؟ چه میدونم، مثلا رازم مگو. میفهمی بابا یه چیزایی تو زندگی آدم هست که آدم نمیتونه بگه. یعنی سخت، مثلا گفتنش سخته، به هر کسی نمیشه بگی. هرچند تو حالا تو یه سن سالی هستی، یه قلب و کوچولو هر لحظه ممکنه یه زمزمه ای، آهنگی، صدا زنگی توش به گوش برسه که فقط خودت میشنوی. ها پس برای همین امرو با ماشین خودتون نرفتن کارخونه؟ حالا تو فرض کن من برای همین نرفتم، میخوای بگی یا نه؟ آخه پدر جان من اگه خبری بود که شما اولین کسی بودین که بهتون میگفتم. هیچ زنگم به صدا در نیومده هنوز، خیالتون راحت. میدونم نگفتم به فرهاد نایمی کار عجیب غریبیه، ولی خب اونم زنگ به صدا در نیفت. خیلی خب باش، پس من دیگه خیالم راحت باشه که تو قلب و کوچولو دختر من هیچ صدای زنگی در نیومده. حتی زنگوله؟ حتی زنگوله. حتی درنگ درنگ چرخ؟ حتی درنگ چرخ. باش. فقط یه چیزی. چی؟ هیچی، ولش کنه. نه دی بگو دیگه، الان گفتی دیگه ما تا تهش بگی. آخه بگم خندتون میگه. باشه بگو، با کس دیگه ای در میونه.
نه اونجوری که شما فکر کنه. یکی از استادای دانشکده، استاد کارگاه انرژی پاک، تازه اومده. هیچکی خیلی نمیشناستش. یه خورده هم عجیب غریبه، ولی یه خورده با من بیشتر عجیب غریبه. یعنی من هرچی سر کلاس میگم یه ساعت به به چه چه میکنه. این نشون میده آدم باشعوریه. دیگه موبایلم نداره، موبایل بعدش میاد. آفرین. علی استاد محترم تو چند سالشونه؟ از اون آدمایی که نمیشه سنش درست تشخیص بدی. وقتایی که من سر کلاسم 31-2 ساله به نظر میاد. اما سپیده میگه وقتایی که تو نیستی یا یه خورده دیر میرسی شبیه 42 ساله ها میشه. یعنی چی؟ خب دیگه همینا دیگه بابا. حرفی هم تا حال بهت زده؟ نه، فقط یه بار سر کلاس گفت باید خانم قنادو میخ کنن به دیوار به عنوان ماکت یک بری. چیکارت کنن؟ میخ کنن، منو میخ کنن. یعنی چی میخت کنن به دیوار؟ با من ایقا بدم یا از این آدمای شوخی نابجا میکنن. یعنی چی؟ اسمش چیه؟ بابا نه جون بابا بگو ببینم اسمش چیه؟ گروس رازیانی. خارجیه؟ نه بابا کلا اسمش بس خوش غیر طبیعیه. حالا یه میخ چکوش نشونش بدم. بله. بیدار شین تنبلا. گرفتی خوابیدی؟ این همه خوابیدین چی گیرتون اومده واقعا؟ پاشین بیاین بیرون، پاشین بیاین شب زنده داری کنین با این آسمون. نگاهشون کن. ای خفتگان غافل، منو نگاه میکنی؟ سرتون رو بالا کنین آسمون خدا رو ببینین چه خبره تا خواب از سرتون بپره. بی نهایت و فقط اینجا میشه پیدا کرد، فقط اینجا. بذارین تصویر این بی نهایت تو چشماتون منعکس شه. گردش چرخ فلک دیدم و داس مه نو. یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. صبح بخیر خانم عزیز. اگه راست میگی بازم صبح بخیر. صبح شما بخیر خانم شیرین. صبح بخیر. دیدین جوابتون رو داد. باهاتون ارتباط برقرار کردین عالیه. بفهمید مال شماست. قشنگه. بله. در این صبح دلانگیز در حضور خانم کویر همه چیز مبین اینه که من بهترین و سرراست‌ترین و زیباترین حرف جهان به شما بزنم. حرفی که البته قواعد پیچیده ذهنی گفتنشو پیچیده و پر از سوء تفاهم کرده، اما این تقصیر ماست. این حرف از یه حس ناب میاد که منشأ آفرینش بود. چرا اینطوری بهم نگاه می‌کنین؟ هر چی فکر میکنم نمیتونم بفهمم. شما چطور میتونی یه نفر کتک زده باشه؟ کی من؟ کجا کی؟ اصلا اشتباه کردم ببخشید. مطمئنی؟ بله. جدی نگفتین؟ نه ببخشید. حالا کجا میرین؟ من که حرفم تمام نشده. اصلا شنیدین من چی گفتم؟ حقیقتش نه. درباره بهترین حرف کائنات میخوام با شما صحبت کنم. میخوام با همه وجود بهتون بگم این دیگه چه جور جونوریه. استاد حرفتون همین بود. آقای مهرائین برادر، باز که از اگزوزت داره دود بد و بوی بد میاد بیرون که اول صبحی. چرا این درست نمیشه؟ نمیده استاد. چشه؟ بیا پایین ببینم. اون لحظه خودم میپرسیدم واقعا چطور ممکنه یه آدم اینقدر ظاهر باطنش با هم فرق داشته باشه؟ یه روزایی از طبیعت دفاع کنه، یه روزایی هم بیفته به جون طبیعت آدما. همچین چیزی چطور ممکنه؟ چطور ممکنه؟ این آب خوردم بابا، خبر نداری. من که الکی حرف نمیزنم، تحقیق کردم دخترم. ریشه جوازش زیاده، کمش کنه به جاش میخه کش اضافه کن. واقعش خوبه بار کرد. دیدن گفتم. این شیرینی چه بروز سار میده. این چه بروز سار میده بابا. این تخم مرغ بیشتر به هم بزنه. یکم بیشتر بزنه، دستون در نمیاد. خیر ببینه. خرما زرد بزمونی، 100 بار گفتم خرما زرد بزمونی. من گفتم تو کلام پیش ما خرما کیروته بزنه. گیرش نومد، دفعه بعد چشم. بله. نه او بلیت یزدی که گفتم اون 2 روز مونده به مجمع قنادا بگیره. دست تو درد نکن. این تفرشی هم میگم بیا تو. من حیث المجموع بد نیست، ولی بد نیست کفایت نمیکنه برامون. میبا درجه 1 باشه بابا. این شیرینی آبرو خاندان قناد و کرمونه. چشم. مراعات کنه. چشم. دستون درد نکن. بفرم. سلام آجی، کار تموم، خلاص. رفتم زیر و بمش کشیدم بیرون.
سلام، خسته نباشین. خوب هستین؟ دفتر دکتر سامری؟ امرتون. بنده تفریشی هستم، میخواستم جلسه داشته باشم. موضوع جلسه؟ آینده دانشجویان این مملکت در ارتباط با پروژه هوای پاک انرژی‌های نو پاک. تشریف داشته باشن، الان جلسه داره. ممنون. لعنتت کنه رازیانی. نشسته بودم یه دفعه دیدم در وا شد و یکی اومد بیرون. یه آدم منفی منفور مشتلخ. نه بابا. بعد من یه سوال از شما دارم. شما به جسارت رو ببخشید البته، شما چرا اجازه دادین یه همچین آدم مارموز شارلاتانی بیاد تا خواستگاری دخترتون؟ تو داری یاوه میگی تفریشی. من کی اجازه دادم همچین کسی بیا خواستگاری دخترم؟ خب پس برای چی من فرستادین تحقیق؟ برای چی؟ خود چی؟ کار توی کارا نباش، من یه چیزی تو مغزمه. دامادتون بقیه‌اش بگو. بیشتر دقت کردم، گفتم بذار این موقع به خدا نکرده اشتباه نگیرم. بس که تو پیدا. ببخشید من معذرت میخوام. فکر کردم فکر کردین که من همین استادی که الان رفتم بیرون هستم. بله خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم. افتخار آشنایی نداره. من تفریشی هستم. از جانب پدر یکی از استعدادهای درخشان شما خدمت رسیدم. فکر نمی کنم آقای تفریشی گفته باشه استعداد درخشان. این احتمالا بابام اضافه کرده باشه به حرف آقا تفریشی. بگمونم تفریشی گفته از جانب پدر یکی از دانشجوهای شما. از جانب پدر یکی از دانشجوهای شما خدمت رسیدم. خواهش میکنم. بابت تحقیق درباره همین استادی که رفتم بیرون، آقای زاریانی، دروس زاریانی. بله استاد گروس رازیانی. بله. خدمتتون عرض کنم که پدر خانم قنات خیلی اصرار داشتن که این موضوع کاملا پنهون بمونه، سکرت. حتما. از لحاظ آبرو حیثیتی اینجور جریانا بین استاد دانشجو آخر عاقبت خوبی نداره. درسته. به ویژه خانم قنات که جزو استعدادهای درخشان این مملکت هم هستن. این دیگه شک ندارم جمله خود بابایی. بله شما درست میفرمایید جناب تفریشی. بله جناب تفریشی. راستشو بخواین استاد رازیانی از مدرسین جدید ما هستن. ایشون یه ترم آزمایشی دعوت شدن تا انشالله ببینیم چی پیش میاد. به نظر شما ایشون برای استادی یکم جوون نیستن؟ بله خیلی جوونن. همینم باعث دردسر شده. دقیقاً چه جور دردسریه؟ راستش من الان سر یه دوراهی اخلاقی گیر کردم. از یه طرف حیثیت یه استاد و از طرف دیگه سرنوشت یک دانشجوی به واقع با استعداد. بابا یک دانشجوی نمونه. بابا خیلی خوب، یکی از دانشجوهام. حالش بله تشریف بیارن. خود استاد رازیانی هستن. کجایی؟ چرا یهو ساکت شدی؟ انسانم انقدر چیز؟ یه تو اتاق نشسته بودم، دوباره برگشت اومد تو. اومده بود که امضا بگیره با این شاگردای دختر با هم دیگه برن سفر گردش علمی تو کویر. نه بابا، یعنی فقط با شاگردا دختر؟ آره نه نمیدونم، شاید پسرا رو ببرن. از اتاق رفت بیرون، منم سری دنبالش رفتم که گمش نکنم. همینجوری نامحسوس تعقیبش میکردم. نامحسوس میگن دیگه. آره نامحسوس. گفتم من باید بفهمم این آدم اصولا چه جور آدمیه. جدی زدتش؟
اگه کارگران نرسید بودن کشته بودش بابا. وای باورم نمیشه. باورت بشه عزیزم. من نمیدونم دانشگاه چجوری اجازه داده یه آدم بیاد درس بده. بچه مردم چرا میرن سر کلاسش میشینن بابا؟ یه آدم یاغیه. که هم کشته مرده نداره. جان؟ یعنی بعضی هم طرفدارش. با همین قیافش؟ شما قشنگ دیدنش. ببین بابا من کاری به مردم دیگه ندارم. من میگم تو خودت دختر با فهم و شعوری هستی. 6 تا حواست جمع کن. این آدم درستی نیست. اگر یه دفعه دیگه من پاش از گلیمش درازتر کرد با تو شوخی نابجا که میخ چکش از این حرفا به من خبر میدی چند نفر میفرستم پوستش بکنم. من با همچین آدمی چطور برم سفر علمی؟ سفر علمی؟ ها کلاس هفته بعدش میخواد تو کویر تشکیل بده. تو کویر برای چی؟ این کلا اینطوری بابا همه کاراش عجیب غریبه. نه بابا عجیب غریب نیست. آدم میدونی یه آدم دیوانه است. یه مشت اشوان میخواد بردار ببر تو بیابون خوراک مارموش کنه بعدش خودش صحیح سالم برگرده بیا. بچه‌م همینا رو میگه. خب برای چی بلند میشه با یه آدم میره یه آدم نامطمئن؟ چاره‌ای ندارم بدبخت بگیرن میندازشون. ای بابا کجا میندازشون؟ نمره منظورمه نمره نمیده بابا. نه او که خیالت راحت اصلا کسی جرأت داره نمره دختر حاجی قبلا نده. شما نخوان من نمیرم. آفرین بابا حالش شد. خاطر جمع؟ خاطر جمع. ختم مذاکرات؟ حاج شفیع ختم مذاکرات. اما برخلاف انتظار او روی دیگه استاد رازیانی که بابام ازش حرف میزد توی سفر بالا نیومد. همه چی به خیر گذشت. ما همه سعی و سالم برگشتیم خونه‌مون. سرگیجه گرفتن یه جا بشین. اصلا توی وقت روز اومدی به خون چیکار بکنی؟ وای بچه دور کرده گوشیشم خاموش مادرم. بیا اومد. بی خودی جوش میزنی شما. سلام چطوری؟ سلام ماما تویی؟ سلام ماما. اشکالون تو منظر معلوم بود. الهی قربونت برم. اومدی بابا. سلام ماما. گوشی چرا خاموشه؟ سلام ماما که باسیش بده تموم شد. ای بابا. جونوری چیزی نکنده. جونور کشم. خوش گذشت ماما. جونور دو پاچی. هیچ جور جونور نبود کویر عالی. خدا. چرا روشن کردین تو رو؟ چی میگی ماما؟ چرا آقا چرا خاموشه؟ چرا رو روشن خاموش کن. ای بابا. روشنه بابا. چه چرا ماما جان یه دقیقه بیا بشین ببینم چیکار کردی کجا رفتی؟ چرا وقت شما اینجا ماما؟ بابا داره ظرف میشوره کو یه دقیقه بشین. سلام شیرین خانم خسته نباشی. شیرین جان. شیرین خانم دارم ظرف میشورم. داریم میچینیم نمیشورن که. دختر من. بله ماما. ماما جان این دور آفتاب زیادی زده به سره. نه ماما خب خونه روشنه. چی گیری دادی رو چراغ؟ من چرا میسنم من چرا روشنه؟ دخترم رفتی برگشت اون گیر دادی رو چراغا برای چی؟ میگم یه استاد رازیانی که پاش گلیمش دراستر نکرد. هیچ کاری نکرد بابا. شما موضوع رو جدی گرفت. اونقدر هم مهم نیست. استاد رازیانی موقع آدم بدی نیست. هست بابا تو خیلی ساده ای. ولی من که دیگه نمیتونم گول بزنم. حالا فردا صبح سنگام باش وا میکنم. بابا تو رو خدا ول کنه. کاری به کارش نداشته باش. این ترم مثل ترمای دیگه تموم میشه میره. من کاری به کارش ندارم. اون آقا کار به کار ما داره. صبح اول صبح زنگ زده دفتر قرار گذاشته برای فردا صبح. شماره دفتر میگم شیرین دست بابا در نکن خیلی خوشمزه. من مونده تو چجوری مرض قهر نمیگیری با شیرینی بابات میاره تو خون تو. ولی خدایش خیلی خوش گذشت. استاد رازیانی بدبختم لولو خورخوره نبود. رخصت میدین لولو خورخوره یه چند دقیقه با خانم قنات صحبت کنم. ببخشید استاد. حالا زاده. من خواهش می‌کنم خوش گذشت. بفرمایید استاد. خیلی ممنون دست شما درد. خوب این خانم قنات چطور؟ عکس پدر گرامیه؟ جبروتی. هیبتشون رو میگیره. من از خانم نیکختر خواهش کردم جاشون رو عوض کنن که من بتونم چند دقیقه مزاحمتون بشم. راستش خیلی بی مقدمه میخوام خدمتتون عرض کنم که چه غلطی داری میکنی تو؟ این کیه؟ این چیه؟ این چه غلطی داری میکنه اینجا؟ وایسا ببینم مهرایی. عجب. نه این میخواست رد کنه. اونا هم آدم خودش بودن تو بیابون. خیلی زرنگه. شما رو نمیدونه از کجا گیر آورده. رو جعب کلمپه. بابا شما از طرف من بهش بگین نه. یه نقاطه. یه نقاطه؟ بله دیگه شما جواب منفی بدین بهتره. بالاخره استادمونه رومون تو روانش. یعنی ماشاءالله به این شعور و ادبت. الحق دختر حاج شفیع قنادی. ختم مذاکرات. ختم مذاکرات. راجب این آدم یه مسئله هست نمیدونم صلاحی که بگم یا نگم. هرچی درباره آدم میدونی بگو
برو به کارت برس. 2 سالم زندان بوده. زندان چی؟ سیاسی؟ نه چک. یه چک بی محل کشیده. درباره خانمای چیز هستن. 4 تا خانم اومده بودن دادگاه چک دستشون بود. من دیدم. وقتی پدرم وجودی داشت برای نجات آینده من بالبال میزد و منتظر اومدن گروس رازیانی بود، سر استاد جا دیگه ای گرم بود. پس با این اوصاف به راحتی میشه گفت که این طرف بهشت برین و اون طرف چه از کنم والله جهنم زمین. خب نه با این قطعیت، چون ممکن اصلا قضیه برعکس باشه، یعنی اون طرف بهشت باشه و این طرف جهنم. ما هنوز درباره هیچ کدوم این دو تا طرح توجیه نیستیم خانم دکتر. مثلا این طرح محیط زیستی استاد رازیانی. دل عالم رو میفرمایید دیگه جناب. ببینید طرحهای مشابه لاکچری لایف کار مهندس ترتیزکی حساب خودشون رو پس دادن، ما شناخت داریم، ولی در مورد طرح چیز چی خانم دکتر؟ دل عالم 2 کلمه است. بله در مورد این طرح ما تقریبا هیچی نمیدونیم. چطور نمیدونین؟ خیلی تعجب انگیزه که بعد از 2 ساعت توضیحاتی که من دادم شما اینو دارین میفرمایید. خیلی خب اگر نمیدونید راه بهتری میتونیم امتحان کنیم. خیلی ساده تر و آسان تر. من شما رو میبرم میذارم وسط دل عالم. حالا لطفا چشماتون رو ببندید. چشماتون رو بله ببندید. آسان ترین کار دنیا. خانم دکتر ساملی هم لطف بکنن زیر چشمی نگاه نمی‌کنن. بستم چشمو رازیانه. پس بنابراین تصور کنید که داریم تو دل کویر با هم دیگه پیش میریم، تو دل کویر زیبا. میرسیم به یه جای خیلی قشنگ و عجیب. واو اینجا کجاست؟ اینجا دل عالمه. خواهش می‌کنم تعارف نکنید، بفرمایید داخل. بفرمایید و این خونه‌های سبز و زیبا رو از نزدیک ببینید. خونه‌های دوستدار طبیعت. خونه‌هایی که هیچ انرژی توشون به هدر نمیره. فاضلاباش بازیافت میشن. زباله‌هاش دارن تبدیل به کودهای طبیعی میشن. همه انرژیشون رو دارن از خورشید و باد به دست بیارن. به طراحی سقف‌ها نگاه کنید. این طراحی برای اینکه آب بارون ذخیره بشه، بنابراین در دل عالم حتی یک قطره آب هدر نمیره. به این گیاها، گلها، سبزه‌های تر و تازه اطرافتون خوب نگاه کنید. به اون درختایی که پر از میوه‌های رنگارنگ و طبیعی و خوشمزن. اینجا از سم و کود شیمیایی و دود هیچ خبری نیست. بنابراین با خیال راحت میتونید نفس بکشین. واه این نسیم خنک تو دل این طبیعت داره از کجا میاد؟ به صدای پرنده ها گوش کن. اینجا پر از پرنده است. خدایا حتی فکرش هم حس خوبی با آدم میده. حالا بگید احساس واقعیتون از بودن در دل عالم چیه؟ احساس دلپیچه. واو خیلی خیال پردازانه است رازیانی، خیلی. من فکر میکنم مثلا وقت تلف کردن باشه. خیال پردازانه اگر بود من در حال آماده کردن نظریه نبودم. یکی از همین نمونه ها. خب این نمونه‌تون که آماده میشه؟ حتی اکثر خانم تا 1 ماه. 1 ماه خوبه ولی بیشتر نمیتونیم صبر کنیم. حتی شاید بتونم من زودتر قبول دارم که این طرح مزایایی داره، اما ببینید لاکچری لایف علاوه بر این که آماده است خیلی واقع بینانه است. واقع بینانه؟ بستگی داره تعبیر و تفسیر ما از واقعیت چی هست. شما چطور اسم اون پروژه رو میذارین لاکچری لایف؟ اون پروژه انمی لایفه. اون پروژه و امثال اون پروژه به 1001 دلیل بر ضد طبیعت و زندگی است. ببینید ما هنوز در مورد هزینه‌های این پروژه دل عالم توجیه نیستیم. بله درست حق با شماست. خب بنابراین چاره‌ای نیست که باید بمونم و شما رو در مورد هزینه‌هاش توجیه کنم. ببین همین اول داستان چجوری من گذاشت سر کار. زنگ بزنی به حاج شفیع قنات قرار بذاری سر قرار نیای. حال درستش میکنم. عجب جونوریه. عجیب ما رو دست انداخته. بله. حاج آقا ماشین دم در منتظر. باشه اومدم. حاجی الان ها چه وقت رفتم به جلسه قنادانه. اونم چی یزد. خب مینداختیم کرمان. بچه دی فعل کنن رو استاد بیا. جدی نیومد؟ بابا حالا شما خودتون ناراحت نکنه. باشه میام خونه صحبت میکنیم. خداحافظ. سپیده من میرم. کجا؟ خونه. سلام خانم شیرین کجا میرین؟ نرین. مگه شما کارگاه انرژی ندارین؟ سلام استاد. سلام. ببخشید ولی من خیلی عصبانیم. ایوای چرا؟ اونقدر عصبانیم که شاید یادم بره شما استاد من هستین و حق ندارم باهاتون اینجوری حرف بزنم. چی شده مگه؟ فقط یه جمله و نیم. حالا 2 جمله. 2 جمله تموم. من هرچی هم کوتاه بیام بی احترامی به پدرم اصلاً کوتاه نمیام. بله درسته. خب منم کوتاه نمیام. شما از چی کوتاه نمیام؟ بی احترامی به پدر شما رو اصلا منم کوتاه نمیام. ولی من حتم دارم اگه براشون توضیح بدم حتما قبول میکنم. اینو ببینید. این برای شماست. و آب بچه‌ها. این آب عزیز
بی بدیلترین معجزه طبیعت، مایه حیات. داره چه بلایی سرش میاد؟ مثل خورشید که نیست تمومی نداشته باشه، یه منبع لایتناهی. تموم میشه، ته میکشه. چرا؟ چون علاوه بر اون رفتارهای بعضاً بیرحمانه‌ای که ما باهاش انجام میدیم، یارو حیات خونه‌شو با شلنگ آب، با فشار آب داره جارو میکنه. بهش میگی چرا؟ میگه پولشو میدم. این شد حرف؟ به یه همچنانه باید چی گفت؟ علاوه بر اون رفتارها، بخشی از این هاشته‌های محبوب داره در فرایند تبخیر و بارش ناپدید میشه. بچه نمیخواستم گوش کنم، سعی میکردم به چیز دیگه ای فکر کنم. این حجم تخیل من که گروس رازیانی داشت فعالش میکرد روز به روز برای من جدی‌تر میشه. ناپدید میشه بچه ها. میل داری یه خورده از حواستونم به من باشه خانم قناد؟ بله. البته اگر کتابی که شما دارین میخونین از چیزی که من دارم میگم جالب تره، من ترجیح میدم که بلند بخونین ما هم گوش کنیم. این به مراتب خیلی خیلی درسته. یعنی از سر وقت رسیدم به قرار مامم درست تره؟ خب نه، البته که چیزی از اون درست‌تر نبوده و نیست مگر دل عالم. ببخشید استاد، منظورتون دقیقاً از این دل عالم چیه؟ منظورم دقیقاً از دل عالم همون دل عالمه. دل عالم نامفهومه؟ نه، یکم ایهام داره. خب پس بذارین اینطوری براتون شرح بدم. دل عالم همون جاییه که مردمانش دلشون برای عالم میتپه. به خودشون یاد دادن چطوری همدل و همگام با این طبیعت خدا زندگی کنن. به خودشون یاد دادن اگر فقط 1 دقیقه کمتر زیر دوش آب وایسن، در سال هر نفرشون میتونه 7000 لیتر آب رو از جاری شدن به فاضلاب‌های آلوده نجات بده. هر نفر 7000 لیتر. ببینید بچه‌ها، نگهداری از این همه نعمت فقط یه خود شعور و عشق میخواد. اما ما نمیخوایم بهش تن در بدیم. ما به اون 1 دقیقه نمیخوایم تن در بدیم. بنابراین برمیگردیم سر نقطه اول. دوباره قحطی میشه، کم آبی، تبدیل لوله های آب به لانه انواع حشرات، باکتری ها، چیزهای موذی، مخرب، بیماریزا و زشت. کلاس میذاره دیگه. چی میگی؟ یا جبرئیل میخواد خوش جلو ماشینت فدا کنه. چی؟ خیلی بده. بزنیم بالا. چیه استاد؟ گاز بدین. این صدای فاجعه چیه؟ صدا چیه استاد؟ این صدا داره میگه موتور داره بد کار میکنه. آه این بوی هولناک روغن سوخته از اگزوز. چیکار کنم استاد؟ خانم شیرین واقعا از شما بعیده. ببخشید. حالا که از این وسیله هولناک دارین استفاده میکنین، حداقل زبونش یاد بگیرید. بزنین بالا. کاپو بزنین بالا. کاپوتو بزن بالا. سی بیده. بابا بزن که بخنده. خنده داره آخه. خدا. اگه رسوندم. کجاشه؟ اوکی. من واقعا در عجبم از این که چطور یه موجود نازنینی مثل شما از یه همچین وسیله هولناکی داره استفاده میکنه. خب اصلا راهشون دوره، شما پیشنهاد بهتری داره؟ بله دارم. اینها این همه منو با این دیدین، یه بار سوال کردین که این چیه، چجوری کار میکنه؟ نه، این یه موجود شریفه که با انرژی پاک خورشید هم منو جابجا میکنه، هم همه آلاینده‌های اطرافش رو میگیره به اکسیژن تبدیل میکنه. اینقدر آلودگی صوتی نداره. یه بار پرسیدین؟ نه نپرسیدین که. جالبه. جدی؟ واقعا اگه خیلی دوستش داری میتونم یه براتون درست کنم. شیرین بد نیست، نگاش کن. اصلا فقط اگه شیرین به جام 2 چرخ سواری بگیره نش. از نظر شما کی بگیره؟
عقلشون کمه مگه یه دختر خانم محترمو به خاطر دوچرخه سواری بگیرن؟ اونایی که باید بگیرن راننده‌های تک سرنشینن خانم. همه چی وارونه شده؟ یعنی چه؟ بیاین بریم یه امتحانی باش بکنین، یه دوری باش بزنین، شاید خوشتون. این دیگه فعلا کاری نداره. بده من دست درد نکن. حالا خدایش تقصیر مردم نیستی، بنزینا خیلی فاجعه ان. فاجعه. می‌بینی؟ حالا سوال اینه که وقتی ما تشخیص میدیم که یه چیزی فاجعه است، چرا نباید یه جوری زندگی کنیم که یا ازش استفاده نکنیم یا اگه مجبوریم حداقل امکان ازش کم استفاده کنیم؟ استاد ما دیگه باید بریم. بله باید بریم جایی که این باید بره. ببین این قطعه با این وضعیتش یه اسلحه است بر علیه طبیعت خدا. هر کس دیگه ای بلار سر ماشین من آورده بود باید خیلی ناراحت می‌شد. اما من ته دلم خوشحال بودم. این عاشق دلخستم اصلا ولکن نیست. سپیده من میگم الان وقتشه جواب قاطع بهش بدم. آفرین، جواب تکلیف روشن. من اینجا با یه دل راحت آدم نمیتونه بشینه. همه شیراشون داره چک میتونم چیزی بگم؟ جانم من میخواستم خیلی قاطع به شما بگم جواب من کامل. این چیه؟ مگه عروسیه؟ آقای محترم خانم عزیز من خیلی عذرخواهی میکنم. البته من موزم شما نمیشم. شما کارتون رو بفرمایید. من چند لحظه فقط با اجازهتون. آقا چیزی شده؟ عزیزم برای یه میز چیکار میکنن آقای محترم؟ واقعا 600 وات برق باید مصرف بشه. چیکار میکنین آقا؟ دوست عزیز شما روز روشن برداشته همه پرده رو کیپ تا کیپ بستی، نمیذاری نور روز خدا بیاد تو. اون وقت این همه لامپ روشن کردی. شما چه مربوطه؟ شما چه مربوطه؟ مگه پول قبضش عجیب تو میپردازی؟ عزیزم این انرژی داره هدر میره. اینو داری از جیب ما میپردازی. چی میگی بابا؟ عقل هوشت سر جاشه. شما بفرمایید. شما بفرمایید. این نور برای شما شاعرانه‌تر و رمانتیک‌تر نیست؟ میشه من یه سوال خیلی راکی بپرسم؟ بله حتما. شما به غیر از اگزوز ماشین و زباله‌ای بازیافتی به چیز دیگه هم فکر میکنن؟ بله به شما. من به شما فکر میکنم. اگرم تا الان ازدواج نکردم به خاطر اینه که تا حالا کسی رو نداشتم بهش فکر کنم. جز پروژه هام، تحقیقاتم و البته پروژه دل عالم. اما وقتی شما رو دیدم احساس کردم که یک عشق ارگانیکی به وجود اومده. یک انرژی پاک رو احساس کردم که تصور میکنم در کنار شماست که میتونم به همه این ایده ها برسم. بنابراین ساده ترین حرف جهان رو به شما میزنم. من شما رو دوست دارم. خوشحال میشم اگه شما منو دوست داشته باشین. این زده چی بود؟ استاد الان وقت این حرفا نیست. میگم شیرین میخوای تو باش من برم ماشین تعمیرگاه بگیرم؟ بله عجب پیشنهاد خوبی اگر لطف کنید و زحمتی نباشه. خانم چین شما میخوام برین؟ نرین دیگه. من خیلی خوب لااقل قبل از اینکه بریم من میل دارم نظرتون درباره حرفی که بهتون زدم بدونم. ببخشید واسه فضولی نباشه ولی اگه الان جواب شیرین منفی باشه این واد افتاده. سپیده بابا من می‌خواستم که کارکردی موضوع نگاه کنم. شما کارکردی سر کلاس لطفاً به درستون توجه بفرمایید. چه ربطی داره؟ خانم نیکختر البته توصیه کردن که من آخر ترم اینا رو بگم که وقت شک و شبهه چیزی پیش نیاد، ولی از اونجایی که اعتقاد دارم گفتن یا رو هر چه زودتر باید گفتم. از نظر من نگفته. گفتن بله گفتم منم این چیزا شنیدم. از نظر من وقتی گفتن که همه خانواده‌ام شنیده باشه. بابا شیرین فکر کنم دهش هستش هم دیگه به این شعوری نبوده. نه درسته کاملا منطقیه. پس یه دقیقه صبر کنید اقلا. یه لحظه اجازه بدید. حیفه که اینو نبینین. این یه هدیه خیلی خیلی قابل برای شماست. استاد دستون درد نکنه ولی درست نیست. خواهش می‌کنم. چرا؟ یکی دیگه برات 90 هم خیلی زوده. چرا؟ این خیلی چیز خوبیه. یه معجزه است. می‌خوام ببینینش؟ نمیتونم قبول کنم. چرا؟ خواهش می‌کنم شما حتما با اینو قبول کنین. نگاش کنین. این که ترسی نداره. ببینین چقدر نازه. استاد شوخی خوبی نکرد. نگاش کنین. این فسقلی رو ببینین. این فسقلی به مراتب از من یکی خیرش بیشتر به این دنیا میرسه. چرا؟ چون تمام زباله‌های تولید شده توسط انسان رو میخوره، جاش کود مفید تولید میکنه. همه زباله‌ها رو منهای پلاستیک. نگاش کنین. معرفی میکنم آقا یا خانم کمپوست. اون لحظه هرچی سعی کردم نتونستم بفهمم که آدم چطور میتونه یه نفر کتک زده باشه. ببینید بوشم خیلی خوب بو کنین. این دفعه خدا میخوام این بابا دور بیا. این دفعه قول داده سر وقت بیا. اون دفعه هم تو اصرار کردی بگردم محال بود من بذارم بیا. بابا شما بگین بهتره. تعارف نکنین خیلی رک بگین نه. فقط من مطمئن باشم هیچ زنگی تو قلب تو به صدا در نمیاد. بابا من دارم به شما میگم بگین نه. باش پس من نمیگم دیگه. نه قاطع. باش. وقتی داشتم به بابام میگفتم یه نه قاطع، ته دلم میگفتم یه نه معمولی، یه نه چندان قاطع.
از اون نهایی که آدما میشنون ولی برمیگردن. ولی چی فکر میکردم و چی شد؟ بابا چطور شده؟ ای قربونت برم، تا کجا فهمیدی ما اینجاییم؟ حاجی من گفتم ببخش. کیم به لارسرتون آورد؟ استاد قولتشن رازیانی. صدا پایین. بابا چی بگم از این؟ چی بگم؟ گفتن داره از یه لاتولوت کله خر. شما توقع پایین. توقع دیگه ای داری؟ رفتیم کارگاهش بگیم شما برای چی رفتین کارگاه؟ مگه قرار نبود و بیا؟ بابا این دفعه ما رفتیم. این دفعه ما رفتیم، اون زود اومده بودش. ما که رسیدیم رفته بود. نرفته بود که مسخره رو بیرون انداخت. من زبون ندارم تا به جا من حرف میزنی ها. حاجی باید تعریف کنم بگم که چی شده بود که الان چرا اینجوری شده یا نگم؟ نه نمیخوام بگی، خودم میگم. باشه ولی این پاک کردن صورت مسئله است، هیچ مشکلی هم حل نمیکنه. من فقط اومده بودم کمک کنم. برو بابا حال داری. خب حالا دیگه خود دانید، از ما گفتم. این طرفا دیگه پیدا نشا. چه شرایطی میدن؟ اگه شرایطش برای این مناسب دیونم کردی تفریشی، دیونم که چقدر حرف میزنه برادر من. خب خسته نمیشی؟ حاجی آدم به حرف زدن زنده است. رجب ببینم چه خبره؟ چرا بیکار وایسادی؟ حاجی کجا یه دیونه اومد اینجا قاضیانی بود. تاردانی رازیانی؟ رازیانی هم نشون میده. به همه چی گیر داد. میگه این دستگاه پرتی برق داره. یکی پرتی آب داره. او دود میکنه. یکی استاندارد نیست. اون من ماشینم چه برون گازش ناقص نیست تا گازش بره. غلط کرد بابا، میگیجه صاحب نداره. میگه کاروانسرای هر کی راه میرسه همینجور سرش بنداز پایین بیاد تو. و شما چه غلطی میکنن اینجا؟ در وا بودم. الان کدوم قبرستونه اینا؟ حاجی پیش پاش ما انداختمش بیرون. حاجی بریم سراغش؟ بریم من یه حساب گوشمالی میخوام. بعدش من و حاجی پاشیدیم رفتیم کارگاه استادت. ببینیم این دیو چه مرضی داره آخه. اونم تا ما رو دید، نگذاشت نبرداشت. هر چه حرف بی ادبی بود که لایق خودش بار من حاجی کرد. بعدش هم یه دونه مش پرت کرد به صورت حاجی. نگو بابا، نگو شیرین بابا، کجا داری میری؟ نگران نباشه، بعدش میام کلانتری. وایسا شیرین بابا، نگویی بچه رو من حساسه. بعدش من رفتم دانشگاه که استاد رازیانی رو ببینم. ولی نمیتونم تعریف کنم چطور شد. یعنی الان نمیتونم تعریف کنم. داستان بعد دانشگاه ادامه میده. وقتی رفتم کلانتری پیش بابا خیالتون راحت. چیزایی به استاد رازیانی گفتم که فکر کنم فهمید دختر حاج شفیق عنادی یعنی چی. بابا الهی قربون چشمت برم، تو برای چی خودت ناراحت میکنی؟ این آدم بیشعور اصلا ارزشش داره تو به خاطرش خودت ناراحت کنی؟ چرا اصلا میگی استاد؟ ها؟ این بابا استاد چیه؟ استاد لاتبازی گردن کلفتی؟ شیرین خانم ببخشید رفتید پیش استاد رازیانی؟ اون کلانچی 2 ساعت بازداشته که. راست میگه. ولی من همین نیم ساعت پیش تو دانشگاه دیدم. نه اینجاست، چشم بفهم. چی؟ من 10 دفعه گفتم، 100 دفعه گفتم، 1000 بارم بپرسین جوابم همینه. این آقا دماغشو کرد تو کار منم مشتم حواله کردم گوشه دماغش. تو غلط کردی مشت حواله. شما غلط کردید. مگه مملکت قانون نداره؟ جناب سرمان به من وصله ناموسی میچسبونه. انتظار دارین ساکت بشینم؟ چه وصله ناموسی بچسبونم؟ تو به دختر من چی گفتی؟ استاد رازیانی نیست. چی؟ نیست؟ هست. هست؟ هست. نیست؟ نیستم آقا. هست. بابا بالاخره نیستم معلومه که نیستم. عوضی گرفتی. من 30 روز ترتیزکی هستم. اینم کارت شناساییم جناب سرباز. رازیانی یه عقب افتاده است که تو دانشگاه درس میده. از آسمون خراب شده سر ما. هر جهنم در رایی هم که بریم اسمش هست. خدا بگم چی کارت کنه دکتر. فرمایید. خودشم که میگه نیستم. شارلاتانی هستی یا شیرین خانم، این رفیقای مجردش نشستن زیر پاش رأیشو زدن نمیخواد. بعد داری میری رو اعصاب من. آقا بشین تفرشی تو چه غلطی کردی؟ بالاخره بابا کیه؟ این که نیست کارشناسایش معلوم. تو آقا من یه سوال از شما دارم. من چشم دارم یا ندارم؟ خب میبینم یا نمیبینم؟ میبینم. اون روز رفتم دفتر دکتر سامری دیدم ایشون از در اومدن بیرون. همین. دکتر ببخشید مزاحم شدم. این چک رو فراموش کردین امضا کنید. چقدر خوب شد که برگشتین. تاییدیه سفر علمیتون رو فراموش کرده بودیم ببرین. تاییدیه چی خانم؟ با من بحث نکنید استاد رازیانی. اگه خاطرتون باشه دفعه پیشم شما یه بودجه رو از دانشگاه گرفتین به اسم سفر علمی که معلوم نشد صرف چی شد. الان انتظار نداشته باشین این چک رو براتون امضا کنم استاد رازیانی. بله متوجهم. خیلی هم از دیدن دوباره‌تون خوشحال شدم. بندم به همچنین. روز شما بخیر. به بنده اجازه مرخصی میدین؟ خواهش میکنم. خب اگه همچینه این آقا بوده شما اون کارگیر زده. همینشون بوده؟ بله آقا خودشه.
خود درازشه یه لقدم درست صحبت بله آقا اصلا زدم خوب کاری کردم زدم بازم میزنم مادر نزدید کسی که بخواد انگ بزنه رو پیشونی عادت میام ببین یقمو میگیره نمیگم تو اون موقع فکر میکردم این آخر داستانه اما اشتباه میکردم. خجالت بکشید. خجالت بکشید. شما این تو بازداشتگاه. من مراعات سنشو دارم میکنم. از کرمو میندازه بیرون. بشین آقا. شیرین بابا چرا ناراحتی؟ نه بابا هیچ نیست. نه جون بابا یه چیزی شد تو به من نمیخوای بگی. بابا نمیدونم چرا حس میکنم موضوع به این سادگی هم نیست که آقای تفرشی توی دفتر دکتر سامیری دچار سوء تفاهم شده باشه. یعنی فقط همین؟ نه فقط همین نبود. موضوع مربوط به ماجرایی که تعریف کردنش برام سخت بود. هنوزم سخته ولی براتون تعریف میکنم. وقتی از بیمارستان رفتم دانشگاه چی شد؟ خیلی ممنون استاد. خیلی ممنون استاد رازیانی. یه دقیقه میشه برفا من گوش کنی؟ این سایکوی کلش که میگفتین همین بود؟ چجوری تونستین این کارو بکنی؟ اونم با پدر من. چی شده مگه؟ من دیگه نمیخوام برفاشو گوش کنم. اجازه بدید من دیگه نمیخوام حرفاشو باعث بشه که فکر و خیال بره تو سر من. ببین همه چی تموم شد. حتی یه ذره امیدم اگه بود دیگه. یه خود آب خوردن براتون بود. خانم شیرین من فقط میخواستم یه کاری برای پدرتون انجام داده باشم، فقط همین. به جان قنات و بادگیر جدی میگم. مربوط به رازیانیه، درسته؟ ایشون اصلا اون چیزی که نشون میدن نیستن. یس. انگار دو تا آدمن. یه طرف آشغالاشون میریزن تو کویر، از اون طرف هم خودشون با خودشون الکی دعوا میکنن. عجب. میگن برا پدر من احترام قائلن، بعد کتکش میزنه. همه حرفاشون دروغ. واقعا که باعث تأسفه. من فکر کنم ایشون یه نظری هم نسبت به تو داره، درسته؟ نظر؟ دانشکده ما خیلی خوشنامه. من اصلا اجازه نمیدم که با حیثیت دانشجویان بازی بشه. رازیانی تازه یه ترم اینجا داره تدریس میکنه ولی کلی ازش شکایت شده. بعد نیست تو هم این فرمو تکمیل کنی، پر کنی، اسم خودت و رازیانی رو توش بنویسی. من نمیدونم. من خودم کمکت میکنم. اسم رازیانی رو بنویس توی مورد شکایت. لازمه. بله عزیزم لازمه، حتما لازمه. تو اینو پر کن، مطمئن باش که ریاست دانشکده کلا ازت حمایت میکنه. سفیده گفت عقل بچه‌ها به خاطر من امضا کرد. گفت قیافه استاد رازیانی دیدنی بوده وقتی موضوع نامه رو فهمیده. گفت رازیانی بغض کرده. همش تقصیر من. من از کجا میدونستم اینو دو نفر؟ سلولا بعد وقت ما چه عذابی میکشن با این لباس پلاستیکی. نه سلولای بار میپوتونن خودشون سالای سالی چیشون نمیشه. نه همه چیشون پلاستیک. همه ها گیتی اینا ببین پلاستیکه. اینا خوب نیست. اینا همه پلاستیکه. اومدی بچه جنزدی شده. شاید اون آبی که تو داری هدر ارزشش خیلی چرا نمیفهمی مامان گیتی؟ چرا نمیفهمی پلاستیک؟ پلاستیک اینا همه پلاستیک. ماما چطور دیدونی شد این کارو چی تو میکنی؟ چی تموم میشه؟ آب، برق، گاز، انرژی، زمین خشک و خالی میشه. بازم پلاستیک میشه کوه پلاستیک. فقط پلاستیک. امروز هم روز پلاستیک.
چیکار داری میکنی؟ استاد سامری گفتم تخلیه کنیم. دکتر سامری. خانم قنات نبوده این چند روزه رو؟ ببخشید یه اشتباهی شده. چی شده؟ همه باید حقیقت بدونن. من فکر نمی‌کردم اون نامه بخواد اینقدر جدی بشه. نگران نباش، اتفاقیه که بالاخره باید میافتاد. اصلا انتخاب این آدم به عنوان استاد از اول اشتباه بود. همه چی به کل سوء تفاهم بوده. ما استاد رازیانی رو با این نفر دیگه اشتباه گرفتیم. با یکی به اسم ترتیزکی. خیلی خوب، ببین داستان که هر چی بوده تموم شده، دیگه هم دربارش حرف نزن چون قابل جبران نیست. خب خواهش میکنم. ببین حتی اگه ما بخوایم خود استاد رازیانی حاضر نیست دوباره برگرده. نگاه کن منو، اون حالا همه چیزشو از دست داده ها. سلام استاد. شما از استاد رازیانی خبر داره؟ تنها خبری که دارم اینه که به همت شما از ادامه تدریس تو این دانشکده انصراف دادن. استاد ببخشید، من باید باهاتون حرف بزنم. سوار شو. من مهندس ترتیزکی رو از دور میشناسم. یکی دو بار تو دانشگاه دیدمش. میدونستم با سامری رفت آمد داره. ولی چرا این دوتا با هم اشتباه شدن میتونه یه اتفاق ساده باشه. میتونم نباشه استاد. حالا مسئله ما ناپدید شدن گروسه، نه اشتباه آقای تفرشی. گروس اونجا زندگی نمیکنه. بیا. تعجب کردی؟ اینجا مال ماست، یه سالی اجاره شده به گروس. بیا تو. سلام قنات. سلام. قنات؟ بله خانم خوشگل، اسمش قناته. غذاشم تموم شده. قنات و بادگیر؟ بادگیر. اینجا این شکلی نبوده. متروکه‌ای بود، گروس خودش درستش کرد. بیا عزیزم. شما فکر میکنن من میبخشم؟ برات مهمه؟ نکنه براشون اتفاقی افتاده باشه. خیلی خب، بذار خیالتو راحت کنم. جای گروس امنه. شما میدونین کجاین؟ خب نمیخواست کسی بدونه، ولی شاید تو فرق داشته باشی. یه جایی بالای روستای سکنج. تا اون موقع تو بادگیر رو نگه دار، منم قنات. کی برمیگردن؟ احتمالا یه ماه دیگه. به نظرم زمان خوبیه برای فکر کردن. موضوع اینه که من هیچ احتیاج به یه زمان خوب و طولانی برای فکر کردن نداشتم. گفتی روستا چی؟ سکنج سپیده. سکنج. یه لحظه صبر کن. سکنج نمیبینمش، پیداش نمیکنم. خب برو تو سایت کرمانگردی هست اونجا. خب بابا همونجا هم پیداش نمیکنم. نیست. یه لحظه صبر کن. ها دیدمش سکنج. خب ناگو شیرین میری تو جاده بم. خب پلیس را ما اونو ردش میکنی. خب بریدگی و دور میزنی 2 کیلومتر. یادم نمیمونه، برام SMS کن. باشه. سپیده SMS کن. الو سفیده من نمیدونم کجایم. الو سفیده.
استاد آقا چی کار میکنی؟ کمک! کمک! استاد! کمک! استاد! خانم قنات شما این نبند دارم خواب میبینم بابا غیر من خانم قنات شما اینجا چیکار میکنید؟ کی اومدید؟ این چیه؟ کی اینو روشن کرده؟ اینجا نقطه اوج قصه ای گره خوردن کلاس ای داستان همینجا تموم میشه از اینجا به بعد همه گراما میشه خیلی خوب اعتراف میکنم همه چیو میگم میشه ادامه قصه رو همینجا تعریف کرد ولی فکر کنم یکی قبل ترش بگم بهتره یعنی وقتی گروس داشت توضیح میداد اینجا کجایی چیکار کرد؟ چطوری دلت اومده؟ بیرحم نگاه کن به این سقف نگاه کن به این سقف نگاه کن پر از پنل‌های خورشیدی برای جذب انرژی ارزشمند خورشید و تبدیل اون به برق مورد نیاز منزل خسته نباشید گلاب بروتون اگه اشکال نداره یه نگاهی به اون سیفون بندازیم اون لوله‌ای که بهش متصل شده اون لوله مستقیم میره به سقف شیب سقف‌داری طراحی شده که آب بارون رو ذخیره می‌کنه و مستقیم میاره میبره توی اون منبع برای انواع مصارف بهداشتی خدا قوت چیزی لازم نداریم قربان شما خیلی ممنون و اینم یه آشپزخونه تمام و کمال محیط زیستی با یه چشمانداز عالی و انواع گیاهای تر و تازه و سبزیجات ریحون نعنا ترخون پیازچه تربچه همه چی فکر کنی رنگ این دیوارا چرا اینجوریه چون تمام الیافش کاملا طبیعیه میبینی بهش دست بزن اینجا حتی انسان هم خوب رشد میکنه چه برسه به گل گیاه انسان های ترتیزکی متوجه منظورم هستی که انسان طراحی پنجره‌ام جوریه که تمام طول روز خونه رو از هر گونه نور مصنوعی کاملا بی‌نیاز میکنه همینطور عایق صوتی و حرارتیه و اجازه نمیده هیچ انرژی از این خونه هدر بره چقدر خوبه که خیالتون واقعی کردن استاد بله یه خیال واقعی شده نیم سوخته و نیمه تمام ولی تمومش میکنم بهت قول میدم آدم یه احساس عجیبی داره شاید به جای احساس عجیب بهتر بگیم انرژی عجیب یه انرژی پاک که همه جا گیرمون نمیاد حالا تصورشو بکنید در یک حرکت هماهنگ گوشه گوشه این عالم پرش از شهرهایی به وسعت دل عالم فکر کنم الان یه نوشیدنی نعنایی طبیعی خوشمزه و خنک میچسبه شما هم لابد میل دارین دیگه اگه هست من اعتراف میکنم همه چیو میگم سرکار خانم سامری همه چیز زیر سر ایشونه یه روده راست تو شکمشون نیست به اسم من کارخونه داغون مسائل ساختمونی رو انداخته تو تمام مزایده هم که خودش جزء تصمیم گیرنده هاست زرت و زرت کارخونه منو که کسی نمیدونه مال خودشه برنده میکنه از آجر سبز نمای سبز دیوار سبز هر چیز سبز دیگه متنفره چون کار کارخونه‌شو کساد میکنه از طرح دل عالم متنفره چون رقیب اساسی پروژه راکچری رایفشه که البته اونم به اسم من داده شهرداری از گروس رازیانی متنفره چون کار خودش و 7 جد آبادشو داره کساد میکنه منم پشیمونم که حرفشو به خاطر چندرغاز گوش کردم اومدم اینجا رو بسوزونم تا طرح دل عالم با سر بخوره زمین و گروسم بره گورشو گم کنه و دیگه هم برنگرده یعنی چی؟ آها این یعنی سایکو اکولوژی معجزه سایکو اکولوژی میگم نظرتون چیه دستاش وا کنیم واکن این خدمت شما باشه بعدش هم که دیگه معلومه دکتر سامری دستگیر شد از دانشگاه اخراجش کردن سامری همه چیز درباره روز سوء تفاهم توضیح داد دکتر به جون خودم من خیلی زور زدم گند بزنم تو این پروژه دل عالمش یه ارزا بازی در بردی ترتیزکی
اگه طرحش ببره دیگه باید خواب برج لاکچری لایف رو ببینیم. شما میگین من چیکار کنم؟ خونه اسباب بازی هست که داره یواشکی میسازه. خب تموم بشه دیگه نمیشه افسارش رو کشید. یه پیت بنزین بردار آتیشش بزن. این یه قلم و شرمندم دکتر. من قول دادم خلاف سنگین نکنم. خونه رو آتیش بزن نه خودشو. شرمنده من نیستم دکتر. پس تو اینجا چه غلطی میکنی؟ بلند شو برو بیرون. خدا لعنتت کنه رازیانی. سامری اعتراف کرد که تمام سعی خودش کرده که وانمود کن سیروس ترتیزکی همون گروس رازیانی. اینجوری معلوم شد که استاد رازیانی هیچ گناهی نداشت. کارگاه غیر استاندارد و مثاله تقلب ترتیزکی هم بالاخره تعطیل شد و پدرم تمام دستگاهاش بر اساس مصرف بهینه انرژی تعمیر کرد. همه پنجره و چراغای خونه رو عوض کردیم که اتلاف انرژی نداشته باشه. هر دو تا پروژه منتفی اعلام شد. لاکچری لایف به دلیل رو شدن موضوع ترتیزکی و دکتر سامری و دل عالم به دلیل آماده نشدن سازه کامل خونه در زمان تعیین شده. یه کارتون از اونجا به من بده. کارگاه انرژی هم برای همیشه تعطیل شد. یعنی دیگه هیچ وقت بر نمیگردن؟ به این زودی نه. من که ازشون معذرت خواهی کردم. شما بیشتر از معذرت خواهی جونشون نجات دادی، اونم اینو میدونه. خب واسه اینکه رویاهاش دود شد رفت هوا. هر دو تا پروژه دل عالمش. اولی که تقصیر من نبود. اما اگر منظورت از دومی منم؟ خب جواب منفی شما تو رفتنش بی تاثیر نبود. من جواب منفی دادم؟ اون اینجوری فهمیدی. ببین اون الان افسرده است، فکر میکنه تو همه چی شکست خورده. شما مگه الان بخوایم ازدواج نمیکنه؟ الان فقط فکر میکنه تنها کاری که میتونه بکنه اینه که توتیشو بده دست تو، خودش هم بره یه جای دور. یه اشکاتو پاک کن. میدونه بر هر دست مال چند تا بچه شاخه بریده میشه؟ حالی که شما میدونین خواستگار امشب به من گروس نیست. نپرسین چرا. چون آدم در مونده به هر ریسمونی چنگ میزنه تا فراموش کنه. من دیگه باید حاضر بشم. یه کار نیمه تمومی دارم که باید تمومش کنم. خب مبارکا باشه. انشالله به سلامتی. پس اگه اجازه بدید تقریم بیاریم و تاریخ عقد عروسی معلوم کنیم. شاید جا مامان برو اون تقریم. یه لحظه صبر کن. چطور مامان؟ من فکر می‌کنم هنوز یه کار مهمی مونده. چی بابا؟ با اجازه بزرگتر من شرایطم نوشتم که یادم نره. و البته مهریه. بله. یعنی چی دختر؟ حرفش بزن. شیرین جا ماما الان چه وقت شوخی کردن؟ ماما شوخی نیست. البته شیرین خانم جا شوخی و جدیشون بهتره هر کسی میدونه. فقط یه چیزی شما به من نگفته بودن درباره قضیه. ببخشید بابا اینجا باید تنهایی تصمیم میگرفتم. بله درست. بفهم. آقای فرهاد نعیمی، این حرفا که من میزنم خیلی خیلی جدیه و ممکنه زندگی مشترک ما رو به خطر بندازه. لطفا پس جدی بگیرینشون. بله. با اجازه بزرگترم. بفهم عزیز. 1. در فصل زمستان برای گرم ماندن در خانه ابتدا باید لباس گرم بپوشید و سپس اجازه روشن کردن شوفاژ و بخاری و دیگر وسایل گرمازار را دارید. بله. 2. آوردن هر گونه کیسه پلاستیکی به خانه ممنوع. استفاده از بخچه‌های گلگلی و ساده و ساک‌های پارچه‌ای به جای کیسه پلاستیکی مجاز است. بله درست. 3. مواد شوینده شیمیایی موذی و طبیعت‌کش هستند. در خانه تا حد امکان باید از مواد شوینده طبیعی استفاده کنید. احسن. 4. پنجره منزل ما باید 2 جداره باشه. 15. معاینه کامل شیرها برای ممانعت از چکه کردن آب الزامی است. 16. به جای دستمال کاغذی که به خاطر شاخه‌های درخت بریده میشوند باید از دستمال پارچه قابل شستشو استفاده کرد. اینم مهریم خودتون بخونن.
مهریه من شیرین قنات معادل است با 10,000 حلقه کرم کمپوست. کرم کمپوست زباله‌خوار معادل 10 کیلوگرم به همراه 10 دست فیلتر تصفیه روغن و دود اگزوز موتور اتومبیل و کنترل کامل خانه از لحاظ اتلاف انرژی هر 6 ماه یک بار و 30 دست دستمال پارچه‌ای گلدار و 2 تاقه کتان علا با رنگ طبیعی. واقعا که بریم. خانم نعیمی صبر کنم. آقا یه لحظه تشریف داشته باشن توضیح میدم خدمت. آقا یه لحظه تشریف داشته باشن. ماشاءالله عجب توماری نوشت. همه ریرون کردیم. آقا توضیح میدم خدمتتون. داستان من همینجا تموم میشه. گروس رفته هیچ کجا نیست. هیچ ردی ازش وجود نداره. چرا خیال من هنو هست؟ یعنی گروس به هم دور اطراف باشه. ولی کجا؟ اجازه شیرین خانم. بله بابا. به قول شاعر میگه نازنینم دلبرم دردا بلاد مسکه آوردم به رایت از ولاد. با کی داشتی حرف میزدی بابا؟ هیچ که بابا. دروغ چرا؟ من اسم گروس رازیانی رو شنیدم. بفرما. چه صدا زنگی؟ معلومش کار گذشته ها؟ ای بابا فقط قرار اون صدا زنگ بودی که ناقوسه. هیچی نیست بابا، فقط یه تخیلی که نمیدونم چرا تموم نمیشه. من خودم تمومش میکنم. فقط ببین هر کی جز گروس اومد محلش نده، صفر جلو در واس بگو اروا کلات. ختم مذاکرات. ختم مذاکرات. بفرما. پس بنابراین تصور کنید که داریم تو دل کویر با هم دیگه پیش میریم، تو دل کویر زیبا. میرسیم به یه جای خیلی قشنگ و عجیب. واو، اینجا کجاست؟ اینجا دل عالمه. خواهش می‌کنم تعارف نکنید، بفرمایید داخل. بفرمایید و این خونه‌های سبز و زیبا رو از نزدیک ببینید، خونه‌های دوستدار طبیعت.
با گروس رازیانی هیچ خیالی هیچ وقت تموم نمیشه. با گروس همه خیالا فقط شروع میشه.
میشه